سلام، من دکتر DNA هستم از دناژن تجهیز، جایی که علم و تکنولوژی دست به دست هم میدن تا ابزارهایی بسازیم برای شناخت بهتر بدن، سلامتی و حتی بیماری ها. توی این ویدیو قراره درباره دو تا از مهمترین شاخصهایی که توی آزمایش خون میسنجن صحبت کنیم: هموگلوبین و هماتوکریت. شاید به ظاهر فقط یه سری اطلاعات ساده به نظر برسن، اما پشتشون کلی داستانه، از نحوه اکسیژن رسانی به بدن گرفته تا نشونه هایی از کمخونی یا شرایط دیگه. ما در دناژن با کمک دستگاه ها و تجهیزات پیشرفته سعی میکنیم این نشونه ها را بهتر و دقیق تر بفهمیم تا توی مسیر تشخیص و مراقبت از سلامتی یه قدم جلوتر باشیم. آیا از دیدن خون میترسی؟ پس مراقب باش. این ویدیو مناسب افرادی با دل ضعیف نیست. شوخی کردم. هموگلوبین و هماتوکریت. خون یه مایع شگفت انگیزه که توی بدنمون در جریانه. اکسیژن و مواد معدنی رو حمل میکنه و در واقع باعث زنده موندن همه سلولهای بدن میشه. یکی از اجزای اصلی خون که اتفاقاً دلیل رنگ قرمزشه همین سلولهای قرمز خون هستن. سلول قرمز همون واحدیه که وظیفه حمل اکسیژن رو به عهده داره و این کار رو با استفاده از یه پروتئین به نام هموگلوبین انجام میده. اگه بخوایم یه مثال بزنیم، سلول قرمز مثل یه ماشینه و هموگلوبین صندلی‌های داخل اون ماشینه. هر هموگلوبین فقط میتونه 4 مولکول اکسیژن را با خودش حمل کنه. یعنی هر سلول قرمز یه ماشین 4 نفره برای اکسیژنه. حالا که اینو دونستیم، بریم ببینیم تستای خونی دقیقاً چی رو اندازه گیری میکنن. تست هموگلوبین مقدار هموگلوبین موجود در یک حجم مشخص از خون رو اندازه میگیره. این اعداد اطلاعات مهمی از وضعیت کلی سلولای قرمز به ما میدن. یادت باشه که سلولای قرمز بخش بزرگی از خون رو تشکیل میدن، اما اجزای دیگه‌ای هم هستن، مثل پروتئین‌های انعقادی، گلبولای سفید، پلاسما و کلی چیزای دیگه. تست بعدی که اسمش هماتوکریته درصد گلبولای قرمز رو نسبت به کل خون نشون میده. این عدد ممکنه بسته به سن و نژاد افراد کمی متفاوت باشه، ولی به طور کلی حدود نصف خون از سلولای قرمز تشکیل شده و باقی مانده اون ترکیب از گلبولای سفید، پلاسما و اجزای دیگه است. تستای هموگلوبین و هماتوکریت معمولاً با هم در ارتباطن، یعنی وقتی یکی پایین باشه اون یکی هم معمولاً پایینه یا بالعکس. وقتی هر دو مقدار پایین باشن یعنی سطح سلولای قرمز سالم در بدن کمه که به این وضعیت کمخونی یا آنمی گفته میشه. علتش میتونه مشکل در تولید سلولای قرمز باشه یا وجود یه منبع خونریزی در بدن یا حتی تخریب این سلولا در داخل بدن. از اون طرف اگه سطح هموگلوبین یا هماتوکریت خیلی بالا باشه ممکنه به خاطر کم آبی بدن باشه یا مصرف سیگار یا زندگی در ارتفاعات زیاد و حتی تولید کنترل نشده سلولای قرمز مثل بعضی از سرطانای خون. خلاصه اینکه هموگلوبین و هماتوکریت دو شاخص کلیدی هستن برای اینکه بتونیم وضعیت کلی گلبولای قرمز بدن رو بررسی کنیم. هموگلوبین جرم پروتئین هموگلوبین در هر واحد خون رو اندازه میگیره و هماتوکریت نسبت سلولای قرمز به کل ترکیب خون رو نشون میده و هر دو روش‌هایی بسیار رایج برای تشخیص کمخونی محسوب میشن. امیدواریم که حالا درک بهتری از این دوتا آزمایش خون پیدا کرده باشین. تا قسمت بعدی، خدا نگهدار.